حکومت ازبکستان در تاجیکستان یک بیمارستان یا مجمع تندرستی ساخته در اختیار مقامات کشور قرار خواهد داد. این بیمارستان برای 200 کت خواب پیش بینی شده است. طرح سازشنامه برای ساختمان بیمارستان در نیمه اول ماه اپریل از طرف حکومت تاجیکستان تصدیق و برای امضا میان تاشکند و دوشنبه پیشنهاد گردیده است. یک منبع در نهادهای دولتی تاجیکستان روز 21 اپریل به رادیوی آزادی گفت ساختمان بیمارستان را در حدود ولایت ختلان به نقشه گرفتند. بر اساس طرح سازشنامه تاجیکستان موظف شده است که در حدود ولایت ختلان به ساختمان این مجمع تندرستی زمین جدا کرده امنیت مهندسان و کارگران ازبک را در محل ساختمان تامین کند. طرف ازبکستان موظف شده است برای ساختمان این بیمارستان نیرو و مبلغ دهد و اینچنین نمایندگانش در زمان حضور در تاجیکستان قانون و قاعده ها را رعایت کنند. قبلا تاجیکستان اعلان کرده بود که در شهر سمرقند ازبکستان برای 640 نفر مکتب ساخته برای استفاده در اختیار مقامات آن کشور خواهد گذاشت.